سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه از کانال ایساتیس استک خیلی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قصد دارم که به شما AI ایجنت نیمو کد رو معرفی کنم که یک AI ایجنت یک دستیار هوش مصنوعیه که مناسب برنامه نویساست. ظاهر خیلی ساده ای داره، خیلی کاربردیه، از یه سری مدل‌های خاص خودشو داره به اسم میمو. حالا میمو 2.5 پرو، میمو 2.5 معمولی، نسخه فریش، و اینکه میتونید مدل‌های دیگه ای رو هم بهش اضافه کنید. خب و از اون استفاده کنید، مدل‌های قوی تری بهش اضافه کنید. نصب کردنش هم خیلی راحته. کسایی که دستگاه سیستم عامل‌های لینوکس و مک او اس دارن، از این بخش روش که کلیک کنن میتونن این دستور رو با استفاده از این علامت کپی کنن، توی محیط ترمینالشون پیست کنن، اینتر بزنن و براشون اون نیمو کد نصب میشه. برای محیط ویندوز هم شما کافیه اینجا اینو کپی کنید، وارد محیط کامند پرامپتتون بشین و اینجا پیست کنید، دستور رو اینتر بزنید و میره براتون دانلود میکنه. حالا من از قبل نصبش دارم. برای استفاده ازش هم کافیه که وارد پوشه پروژهتون بشید. خب برای مثال حالا من اینجا برمیگردم میام توی پروژه ها، مثلا اینجا خب یه پروژه درست بکنم به اسم مثلا تودو لیست. اوکی، اینجا اوپن ویژوال استودیو میزنم، ویژوال استودیو کد، میرم وارد محیط ترمینالش میشم و اینجا دستور میمو رو وارد میکنم. صبر میکنم تا محیط میمو برای من اجرا بشه. میگم که yes I trust this folder. خب این محیط میمو کد ما هستش. خیلی شباهت داره با محیط اوپن کد، ولی خب یکم جذابترش کرده. شما همین که وارد بشین از این بخش خب میتونید پرامپتتون رو وارد کنید. چند تا حالت داره: بیلد، پلان و کامپوز. تو حالت بیلد که کلا کارش اینه که بره بسازه، این سری مجوزها رو وسطش ازتون میگیره، سوالای از اون میپرسه. توی بخش پلنش هم صرفا میاد متناسب با پرامپتی که بهش میدید یه چک لیست درست میکنه. اوکی. توی کامپوز هم که نه، اول چک لیست رو درست میکنه، بیلد میکنه، میسازه، بعد لاگ میگیره، دیباگ میکنه، کلا همه روند رو دست خودش میگیره. برای اینکه به مدلاش دسترسی داشته باشین اسلش میزنید و مینویسید مدلز که صفحه مدل‌ها که اینجا براتون بالا بیاد. خب یه میموتو دارید که فریه، روزانه در تا یه حدی میتونید ازش استفاده کنید و مدل‌های دیگه دارید. خب حالا میمو که مربوط به شیائومی توسعه‌اش داده. یه سری مدل‌های دیگه هست که نیاز داره که شما مثلا اون پلنش رو خریداری کرده باشید، API کی رو گرفته باشید و اینجا جایگذاری کنید. اوکی. اگر از یه پرووایدر دیگه ای، مثلا از مدل‌های انویدیا خواستید استفاده کنید یا مدل‌های جی پی تی خواستید استفاده کنید، کافیه که کنترل A رو توی این محیط بزنید. از اینجا از شما میپرسه که خیلی خوب این مدلی که این پرووایدری که میخواید ازش استفاده کنید چه نوع پرووایدریه. خب اوپن ای آی، آنتروپیکه که مربوط به کلاود میشه، دیپسیک، زد ای آی که مربوط به هوش مصنوعی جی ال ام میشه و همینجوری تا آخر. خب میای پایین، مثلا اپرونتر یه پرووایدریه که به شما API کی رایگان میده، یه سری مدل رایگان در اختیارتون میذاره و میتونید از اون مدل ها استفاده کنید. میاد تا آخر و هر نوع مدلی رو خواستید میتونید اینجا شما اضافهش کنید. اوکی. خب من حالا چیزی نمیخوام اضافه کنم دیگه. اوکی، همین شیائومی. حالا اینجا مثلا میخواد از من ورود و اینا بگیره، کارش ندارم، برمیگردم اینجا توی این اسکیپ رو میزنم. من با همین رایگانه
برای تست فعلا کارم ران نمیشه. میگم که حالا یه پرامپت میخوام بهش بدم، مثل اوپن کد که پرامپت دادیم و یه تو دو لیست برام طراحی کرد. اینجا هم همین میخوام که بهش بگم که make to do app with HTML tailwind CSS JS. اوکی، من همین رو وارد میکنم مثل چیزی که برای کلاود کد وارد کرده بودم. اینتی رو میزنم و دیگه میره دنبال این که حالا پردازش کنه، کدا رو بسازه، فایل رو بسازه، دیباگ کنه و نتیجه نهایی رو بهم بده. این صفحه خب اینجا دستوراتی که ما نوشتیم نوشته و ریزالتی که به ما برمیگردونه اینجا به ما نشون میده. از سکشن سمت راست به شما میگه که خیلی خب سشنتون چیه، اولی آیدی سشن بهتون نمایش میده، چه مقدار توکنی در استفاده شده تا الان، چند درصدش بوده، توی چه دایرکتوری داره کار میکنه. از این چیزا. خب از من یه سوال پرسید، میگه که چه ویژگی رو میخوای این تو دو اپت ساپورت کنه. خب بیسیک باشه، مدرن باشه، فول باشه. بیسیکش میگه چیا داره اضافه کردن، کامپلیت، دیلیت، تو دو، لوکال استوریج. مدرن میگه که همون بیسیکا هست، ادیت هم داره، دسته‌بندی تگ هم داره، تاریخ هم داره، فیلتر بر اساس وضعیت هم داره. فول هم میگه که همه اونا، خب نه من نمیخوام زیاد طول بکشه، همین بیسیک رو انتخاب میکنم. ببینیم دیگه چی کار میکنه، دیگه سوال از ما میپرسد یا خیر. خب میگه که ظاهرش میخوای چجوری باشه، مینیمال باشه، گرادینت و اینا باشه، دارک مود باشه. میگم همین مینیمال باشه. خب رفت که دیزاین کنه دیگه احتمالاً. میگه من این کارا رو انجام میدم فلان و فلان و فلان، آیا با اینا موافقی؟ میگم که looks good. آلیه برو. shipping right. خب اوکی، برامون ساخت تقریبا توی 2 دقیقه. میگه که این ویژگی ها رو داره، فایل ایندکس رو اجرا کن و ببین که چیه. اوکی من اینجا اینا مینیمایز میکنم. این کنارش یا میبینی چی، میایم توی پوشه پروژه، فایل ایندکس رو ران میکنم ببینم چی زده برامون. ظاهر که تقریبا شبیه به اوپن کده. تست میکنم، اد شد، آره اینم اده، اینم اد شد، کامپلیت اوکیه، دیلیت هم اوکیه. فقط اینکه اوپن کده دیگه نپرسید از ما سوالی، خودش سیستم وضعیت و فیلتر کردن و اینا هم بهمون داد. ولی خب این حالا از ما پرسید، ما گفتیم که یه چیز ساده برامون بزن. خب اینم یه تست ساده از این میمو کد. امیدوارم که توی کاراتون ازش استفاده کنید. دوستان اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سوالی مشکلی که داشتید توی کامنت ها بپرسید از من. تا ویدیو دیگر فعلا.